که مفسدین اقتصادی به جایگاه‌های کلان حاکمیتی این دولت رسیده اند، الان من نمیدونم با چه زبونی دارن با مردم اصلا صحبت میکنن. جز دروغ مگر میشود روی دیگری از خود به مردم نشان داد؟ دولتی که رئیس صندوق توسعه ملیش 260 میلیون تومان از بیت المال مسلمین دست کرده برای خودش ماهانه حقوق بریده. 8000 میلیارد تومان صندوق ذخیره فرهنگیان رو غارت کردند اعضای هیئت مدیره و مدیر عاملش در زندان. دولتی که رئیس سازمان جنگل‌ها مراتع آبخیزداری کل کشورش مفسد اقتصادی در آمده، رئیس جمعیت هلال احمرش مفسد اقتصادی در آمده، رئیس سازمان خصوصی سازیش مفسد اقتصادی در آمده، برادر رئیس جمهورش مفسد اقتصادی در آمده، برادر معاون اولش مفسد اقتصادی در آمده، دختر وزیر صنعتش مفسد اقتصادی در آمده، داماد وزیر کارش مفسد اقتصادی در آمده. ایران خودروش مملو از فساد اقتصادی شده، بخشی از مدیران در زندان، سایپاش همینطور بخشی از مدیران در زندان. یه همچین دولتی با چه روی اصلا میاد نمایندش الان با مردم صحبت میکنه؟ این آقا خیلی راحت خودش رو داره مبرا میکنه از وضعیتی که رقم زدن برای زندگی مردم. کسانی که 55 میلیون